سلام بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی پیشکش شما می‌سازم. عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 3 نوامبر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد در آن شرکت دارند. پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان ادامه می‌کنند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا زمان جا داشتن طلبات پروازهای چارتری خواهند بود. در شهر دوشنبه تاکسی‌های غیر قانونی را از کوچه‌ها می‌رانند. رانندگان می‌گویند راه برای روزگذرانی ندارند. نمی‌دونم مردم عزیزی اومدن دیگه چیکار کنن؟ نه زواد نه فابریکه هیچ نیست. مقامات در تاجیکستان گفتند که از کنسروی بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنقره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شدند و یکی از آنها فوتیده است. مقامات رسمی در ناحیه به رادیو آزادی گفتند که این افراد گرفتار بیماری خطرناک بوتولیسم شدند که تمام موشک‌های انسان را از کار می‌اندازد. حادثه روز 1 نوامبر رخ داده است و حالا 8 نفر بستری‌اند. ساکنان تاجیکستان به دلیل کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره می‌کنند. ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2016 نیز در همین شهر 3 نفر از زهرآلودشوی جان باختند. در ایالات متحده آمریکا روز 2 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. در این مهمانخانه در سرحد آمریکا و کانادا که فقط 5 مهمان داشت رایدهی صورت گرفت و بعد چند دقیقه هم مرکز رایدهی را بستند. این مهمانخانه در شهر دکسویل نوچ ایالت نیو همپشیر جایگیر است. در انتخابات پرزیدنتی کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشین پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. پیش بینی می شود که بعد انتخابات هم در بسیار ایالات بحث و دعوای نمایندگان دو معرکه انتخاباتی ادامه خواهد داشت. عمدتاً در آمریکا نتیجه های انتخابات را با گذشت فرصتی نچندان زیاد پس از رایدهی اعلان می کنند. در ادامه موضوع انتخابات در تاجیکستان هم به معرکه انتخابات پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله و نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان درباره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد. حیات این کره زمین میتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد. عبدالملیک قادیروف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند. وابسته به آنکه دموکرات ها میگویند یا جمهوری خواهان مناسبت آمریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند مناسبت های آمریکا با روسیه همون فشار آمریکا بالای روسیه کمتر می شود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند. آمریکا در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن ربط دارد. چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایواز شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن به روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب امریکا عادلانه صورت میگیرد. از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع‌های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی کوشش میکنند که روند انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآورند. با توجه به آنکه همساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا میتواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد. امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر
دموکرات ها سر قدرت بیایند اونها این سیاست مهاجرت را میتوانند که بازبینی کنند و هر با حیات من و شما هم این چیز میتواند تاثیر کند، چون ما میتوانیم که نسبتا آزادانه‌تر ویزا گیریم و به آمریکا سفر کنیم. تحلیلگران تاجیک میگویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است. دادگاه شهر دوشنبه یک پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته که در زندان فوتید با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن ایبدار کردند که سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این اتهام را رد کرده میگویند او بیگناه است و به دولت خیانت نکرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. به گفته منبع آگاه از پرونده، مرافع سید محمد پسر سید قیام الدین غازی پس درهای بسته صورت گرفت و نزدیکان به آن را نیافتند. منبع ما گفت سید محمد به آن ایبدار شد که در آخر سالهای 90 به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. از جمله مقامات او را به آن ایبدار کردند که گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده باشد. اتهامی که نزدیکان سید محمد آن را بی پایه خواندند. بچه‌م یگان کار دست نداره، هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد. بچه‌م همه کارش به قانون بود. بچه‌م بسیار بچه به فهمت، بچه با آداب، بچه به اخلاق. سید محمد با همراه دو برادرش سید حسنی 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایول از جانب ماموران نهادهای قدرتی بازداشت شدند. تقدیر دو پسر دیگر سید قیام الدین غازی هنوز روشن نیست، اما طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی پرونده آنها نیز در دادگاه قرار دارد و آنها به افراطگرایی متهم میشوند. این دو نفر گویا در ایران تحصیل کردند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز در شهر سنت پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت سید قیام الدین غازی کشته شد. با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان، گلرو جبارزاده از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برکنار و به جای او شیرین امانزاده وزیر تعیین شد. در این باره در وزارت مهنت روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. تاکنون امانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان را برداشت داشت. مسئولان وزارت مهنت گفتند دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر شیرین امانزاده را به حیث وزیر نو معرفی کرده است. تغییرات کادری در تاجیکستان در حال است که امام علی رحمان 30 اکتبر پس از سوگند یاد کردن هیئت حکومت را به استعفا فرستاد. پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چارتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارس این جانب قطع شدند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه‌های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدید و در ماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟ بله عبدالله، دقیقا همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب دو مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستند برگردند، زیرا به قول سفیر مشکل فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکل تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته میتوانند و سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چارتری بدون تغییرات ادامه میکنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد.
امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت پروازهای چارتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد. تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند اونا می توانند به یگان مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات 100% حل می شود. در فرودگاه یگان نفر نمی ماند. میرزا نبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدن پروازهای معمولی میپرسند. در این رابطه خبری هست؟ ببینید عبدالله، دیپلمات‌های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستند و معلوم نیست کی روسیه حاضر می شود این حریم هوایی خود را بر روی تاجیکستان باز کنند. هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام‌الدین ستاری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی 2 مرتبه پرواز دارند، حال آنکه تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم که چارتری باشند. و یادآور میشوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. بار آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای اجازه شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند. تشکر برای صحبت. میرزا نبی خالقزاد بود که درباره ادامه پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد. در شهر دوشنبه ناظران نقلیات به شکار تاکسی‌های به تعبیر مردمی 5 سامانی شروع کردند. این گروه رانندگان به فرق از شرکت‌های رسمی تاکسی مجوز ندارند و رسما نمی‌توانند مسافر کشانند. اما رانندگان میگویند تاکسیرانی یگانه جای کار و منبع درآمدشان است. راه به سوی روسیه بسته است و در داخل کشور جای کار با معاش شایسته آنها نمی‌یابند. گزارش تلویزیون نستایش وریم را در این باره برات یوسفی تقدیم می‌کند. رستم راننده تاکسی است. نخست چهره‌اش را نشان بدهیم چون می‌ترسد که اگر او را در تلویزیون ببینند برای مسافرکشی غیرقانونی جریمه می‌کنند یا از حجت رانندگیش محروم می‌شود. رستم میگوید اگر شهرداری به صاحبان ماشین‌های مثل او اجازه کار میداد حتما فعالیتش را رسمی می‌کرد و انداز می‌سپارید. مقامات در دوشنبه تنها با ماشین‌های اجازه مسافرکشی می‌دهند که سال 2014 استحصال شدند. ماشین رستم کهنه‌تر است ولی انتخاب دیگر ندارد. رای 500 сум боло то 800 сум то 1000 сум штраф кардисам мардума. Намеонам мардум аз Россия омаданд дига чикор кунанд? Не завода, не фабрика, ҳечи нест. Фақат не мардум рӯз ба рӯзи бозор монда ба такси монанд, дига кор нест. تاکسی‌های غیر رسمی در دوشنبه سرمشتری‌اند. نرخ این تاکسی‌ها با فرق از اتوبوس‌ها قیمت‌تر ولی در مقایسه با تاکسی‌های رسمی خیلی ارزان است. اصلا باید اصلا غم شوناتین چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 اینو قیمتن. اما رانندگان نقلیات مسافربر و صاحبان ماشین‌های دیگر از کار تاکسی‌های غیر رسمی ناراضی‌اند. آنها میگویند این تاکسیران‌ها برای درآمد بیشتر اکثرا قاعده‌های حرکت را ویران می‌کنند و هر کجایی که خواستند ماشین را نگاه می‌دارند. ترافارتی مایده کتی غمتیان همشون غمتیان راه نمیتیان گذاشتن سخاوت سلطانی کبیر. ناظران راه پیوسته برای بازداشت تاکسی‌های غیر قانونی رید می‌گذرانند. مقامات هم می‌دانند که به دلیل بسته بودن مرزها جوانان کار دیگری ندارند و ناچارند. اما با وجود این همه به گفته آنها قانون باید ویران کرده نشود. اون تاکسی که خودسرانه مشغول میشه همون کدکس حقوق ورانکی معمولی خدی ماده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافرکشانی و برافت دیگر واسطه نقلیات جمعیتی خلل میرسونند، دغلانه ویران میکنند قاعده حرکتی رو. طبق اطلاع رسمی حالا در دوشنبه 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 ماشین و مردم خدمت میکنند. پاندمیای کرونا ویروس و بسته شدن مرزها صدها ساکن تاجیکستان را از کار و منبع درآمد محروم کرد. بنا به آمار رسمی همساله تا 9 میلیون نفر از تاجیکستان برای مردکاری و کشورهای دیگر میروند. 15 دقیقه وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. خدا نگهدارتان.